برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود و سلام تماشابینان محترم و شنوندگان گرامی رادیوی پیام. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکتی محمد هستم. امروز در برنامه درباره از بی‌معاشی تا دست به خودکشی زدن کارمندان در تاجیکستان میخواهم چند گفتنی‌های گفته شود. چنانه که در رسانه ها خواندیم، یک کارمند 38 ساله‌ای بخش بی‌خطری فرودگاه دوشنبه با نام شیرافکن خواجه‌قلوف صاحب 3 فرزند دیروز 26 اکتبر بعد نصف روزی خود را در جای کارش پراند، یعنی دست به خودکشی زد. به گفته نزدیکانش، شیرافکن با نشان اعتراض به 9 ماه باز پرداخت نشدن معاشش به این کار دست داد. قبلا هم رسانه ها درباره از ماه مارس به این سو پرداخت نشدن معاش کارمندان فرودگاه دوشنبه نوشته بودند. فرودگاه بنابر قطع پروازها قسمت اعظمی کارمندان خود را به رخصتی اجباری فرستاده، به همان قسمت باقی مانده هم معاش پرداخت نمی کرد. این هم در حالی است که تا زمان شروع شدن پاندمی کرونا ویروس فرودگاه دوشنبه بر روی خط اندازپارندگان بزرگ کشور شامل می شد. تقای شیرافکن جمشید دولتوف بر رادیوی آزادی گفته که او ساعت 1 روز به دادرش پیامک فرستاده است به این مضمون که آمده مرده مرا از فرودگاه گرفته برید. ایروی میگه که نه ما اولی زنگ سیمو با هم خاطر کل اینجا اسمس کرده که سی دادرش کی مرا مثال بیای مردم ایاپور بر. در همین حال سامانه اخبار از بیانیه ویژه ماموریتی جمعیت سهامی کشاده فرودگاه بین المللی دوشنبه خبر می‌دهد که گفته شده است در رابطه با قضیه شیرافکن خواجه‌قلوف کارمند بخش بی‌خطری به سمع کارمندان وسایط اخبار عامه می‌رساند که معاش موصوف تا امروز پر پرداخت شده بود. در بیانیه همچنین گفته می شود در این باره حجت های تصدیق کننده دسترس می باشند. اهمیت دادید؟ یعنی مرده معاش را نگرفته بعد از خودش را پراندنش ارواحش آمده از ماموریت فرودگاه امضا کرده معاشش را گرفته است. ارواح خواجه‌قلوف. حالا ماموریت فرودگاه همه حجت ها را دارند که خواجه‌قلوف معاشش را گرفته است. در بیانیه آمده است که سبب های دست به خودکشی زدن شیرافکن خواجه‌قلوف به ما معلوم نیست و در رابطه با این قضیه پروکراتوری نقلیات جمهوری تاجیکستان سنجش آغاز کرده تمام عامل ها بررسی خواهند شد. الکی همه حجت ها ساختگی تپه تیار. ببینید این بیچاره شیرافکن کارمند بی‌خطری فرودگاه شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در یک خانه اجاره زندگی می‌کرده است و به گفته برادرش امید خواجه‌قلوف از پول اجاره آن خانه 14,000 سومانی قرضدار شده بوده است و صاحبی خانه طلب کرده است که خانه او را خالی کنند. از این دیده روزی سخت است. این حالت را کسانی میتوانند تصور کنند که به این حالت ها دچار شدند. تا تو در غربت نیفتادی چه دانی حال ما میگویند. یکی از دوستان شیرافکن خواجه‌قلوف گفته بعد آن که روز 26 اکتبر ماموریت فرودگاه طلب دیگر باره شیرافکن برای پرداخت معاشش را رد کرد، از سلاح خدمتی راست به دلش تیر زده است. کارمندان فرودگاه دوشنبه هم میگویند از ماه مارس به این طرف معاش نگرفته‌اند. متاسفانه شیرافکن اولین کارمند فرودگاه نیست که دست به خودکشی زده است. چند پیش یک کارمند دیگری بخش امنیتی همین فرودگاه با نام ارکین که از بانک قرضدار بود خود را در خانه اش به دار کشیده بود.
مردم رو بینید معاشش را گرفته نمیتواند و یگانه چاره نهایی را در خودکشی میبیند. راه‌های همه اعتراض بسته شدند. راه‌های همه شکایت بسته شدند. به دهان مردم قلف زدند. دهان کشادی جایت پشت پنجره زندان می شود. شکایت کردی جایت پشت پنجره زندان می شود. نارضایتی بیان کردی تو خائنی دولت حساب می شوی. بغیر از خودکشی دیگر چه چاره مونده در مردم؟ یک حکومتی که یک دولتی که چنان مردم را به حال آورده میرساند که بجز خودکشی دیگر چاره را نمی بیند، از این حکومت دیده ظالمتری می شود. تماشابینان گرامی، میخوام اینجا دقت شما را به یک مسئله جلب کنم. با وجودی به مراتب کم شدن پروازها، چرا یکی تا این دم سردرآمدترین شرکت کشور برابر بسته شدن راه‌های هوایی پرداخت ماهانه کارمندانش را قطع کرده است؟ حتی اگر چند ماه فرودگاه درآمد نداشت، مگر این شرکتی که میلیون ها دلار ماهانه گردش دارد ذخیره نداشت که حداقل قسماً ماهانه کارگرانش را پرداخت کند؟ راهبران آن چه فکر میکردند؟ چه فکر میکردند؟ کارگران زندگی خود را باید از کجا تامین کنند و فرزندانشان را با کدام پول 9 ماه خورانده پوشانند؟ از سحر تا بیگاه در پیش شمایند، در خدمت شمایند، از سحر تا بیگاه، یا که از بیگاه تا سحر در سیمینه دیگر. آنها کارگر شمایند. وقت بر خاطر چون کارگر شمایند؟ به خاطر آنکه آنها از آنجا مزد کار گیرند و فرزندان خودشان را خورانده پوشانند، شکمشان را سیر کنند، بخوانند. وقتی که شما 9 ماه دراز معاش نمیدهید، آنها چی کار کنند؟ 9 ماه معاش نمیدهید، باید چی کار کنند؟ اصلا اینکه بزرگترین فرودگاه کشور برای تامین ماهانه چند فایز کارمند باقی مانده‌اش پول ندارد، باور کردنی نیست. اکثریت رو مجبوراً به رخصتی فرستادید. یک قسم کمی کارگرها مانده است، به آنها نیز معاش داده نمیتوانید. به این کی باور میکند؟ حداقل به آن خاطر که چند نفری که این کارگاه را، یعنی این شرکت فرودگاه دوشنبه را رهبری کردند، تنها بعد میلیونر شدن آن را ترک نمودند. دزدیده پولهای فرودگاه را غیر مقصدناک استفاده برده، میلیونر شده، بعد وظیفه را ترک گفتند. ما دلیل های زیاد داریم. یکی از ثروتمندترین نه تنها رهبران سابق فرودگاه بلکه کشور، راهبر سابق این فرودگاه رستم خالقوف است که 10 قصر و خانه در تاجیکستان، دبی و ترکیه دارد. رستم خالقوف حتی به نام دخترش تهمینه حساب آفشاری کشاده پولهای زیادی دزدیش را به حسابهای آفشاریش انتقال داده است. یک تحقیقات ما نشان داد که آفشارهای دختر رستم خالقوف، سابق رهبر کل فرودگاه دوشنبه، تهمینه خانم، در دبی و جزیره های سیشل واقع شده اند. او هم به نظر می رسد مثل پدرش دوستدار هواپیمایی است که شرکت آفشاریش را تهمینه توتال ایرکرافت لیزینگ اینک نام گذاشته است. شرکت میانه رو که در دبی واقع است، هلن ماتیو لیگل کنسولتانتس نام دارد. تهمینه صاحب اگنتی شغل ستبر اگرا، اگنتی های فروش بلیط هواپیما، نریمان و کائنات است.
شوهرش فرخ اماموف نماینده فلای دبی می باشد. نام رستم خالقوف پدر تخمینه بعد به استفاده داده شدن ترمینال ناو فرودگاه بین المللی دوشنبه رسانه‌ای شد. به دست وسایط اخبار عامه حجت‌های رسیده بودند که از مصرف غیر مقصدناک مبلغ‌ها در این ساختمان درک می‌دادند. همچنین چند رهبر قبل از رستم خالقوف و بعد او نیز نه کمتر از $1,000,000 از این فرودگاه دزدیده و از خود کرده اند. تنها مالکیتی در کشور بوده هر یک آنها به این مبلغ می رسد. تنها حال بیروننگی حساب نه، تنها مالکیت های در داخل تاجیکستان بوده اشان به $میلیون‌ها می رسد. درباره رهبری حاضری فرودگاه نیز ما دلیل های زیادی در دست داریم که برابر پر شدن تصدیق خود را یافتن برخی از آنها ما نشر خواهیم کرد. انمی خیلی در برنامه برایتان معلومات خواهیم داد تا که دزد را ملت بشناسد، ظالم را ملت بشناسد. ببینید در همین حال کارمندان عادی این فرودگاه 9 ماه هست پول نمیابند تا کودکان خود را خورانند، اجاره پولی خانهشان را بدهند و نهایت دست به خودکشی میزنند. سامانه اخبار با تکیه به منبع‌هایش از جریان وضعیت میگوید 2 ساختمان بزرگ به پیشواز 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان، ترمیم بستانسرای حکومت در محله 8 مارس در دوشنبه و یک مهمانخانه پردبدبه در دره خرنگان را به دوش فرودگاه دوشنبه بار کردند. در این بین از ماه مارس پروازها قطع شدند و فرودگاه از بخش اعظم درآمدش محروم شد. ولی کسی مسئولیت مبلغ گذاری آن 2 ساختمان را از دوش فرودگاه نگرفت. به این سبب فرودگاه تمام پولش را به ترمیم بستانسرای حکومت و مهمانخانه در خرنگان روانه کرده است. ببینید با کارگری بیچاره پول نمیدهند، پول کارگری بیچاره را برای ساختمان کدام بستانسرا صرف میکنند. برای تجلیل 30 سالگی استقلالیت. یعنی اینجا مسئله تنها فساد و دزدی رهبریت سابق و حاضره فرودگاه نیست. حکومت هم با وجود آنکه میداند فرودگاه دیگر درآمد ندارد و ماهانه کارمندانش را پرداخته نمیتواند، ساختمان مهمانخانه و تعمیری بستانسرایش را اولاتر میداند. اولاتر از جان آدمان. 2 نفر الکی خودکشی کردند در همین فرودگاه به خاطر گرفتن نتوانستن معاششان. حالا 2 نفر خودی همین سال. بسیار خوب. این در قیاس با ساختمان مهمانخانه با حشمت در خرنگان چیزی نیست. برای ساختمان دیوار بزرگ چین چند میلیون نفر جان داده بودند. تاریخ را میدانند. حالا نه تنها کارمندان کارخانه های از کار مانده، بلکه کارمندان بودجوی از جمله معلمان نمیتوانند ماهانه های خود را دریافت کنند. معلمانی که زندگی خود را با مشکلی زیاد با 1000 و 1500 سامان پیش می بردند. حالا 4 ماه است که همین پول ناچیز را هم گرفته نمیتوانند. در همین حال 1 ماه دراز ماه گذشته به دوش گروهی بزرگ از معلمان بار گران انتخابات را هموار کرده بودند. آنها مجبور بودند ترغیبات پیش از انتخاباتی برند. برای 5 نامزده که نام 4 نفرش را بار اول میشنیدند امضا جمع کنند و روز انتخابات با شکمی گرسنه از صبح تا شام راست ایستند تا پیشوای ملت 91% آواز را
به خود اختصاص دهد. حالا اینجا نامه یک معلم که به ما فرستاده بود به یادم رسید. یک معلم بیچاره در نامه‌اش به ما گفته است درباره انتخابات. صبح بر وقتی از خواب خسته سراسیمه به چای نان ناشتا میکردم، دخترچه 10 سالم از خواب بیدار شده پرسید که دادا کجا می روید؟ معلم گفته است که به انتخابات می روم. دخترچهش پرسیده است که اگر پیشوای ملت انتخابات را برد زندگی ما نقض می شود؟ این حرف را معلمه شان گفته بوده است به دخترچه. پدرش گفته است شاید نقض شود. باز دخترچه پرسیده است که بعد به خانه اگر پیشوای ملت بازگشته پرزیدنت شود بعد به خانه گوشت می بیارید؟ این معلم میگوید وقتی که این سوال را دخترچه‌ام به من داد زمین نکفید که درآیم. 2 ماه شد که دیگمان گوشت را ندیده است و یک آرزوی یگانه فرزندانم این است که یک بارکک سری گوشت خورند. فهمیده ای ساده دوستان؟ حال معلم را بینید. خانه خراب، دل و جگر کباب. یک معلم مکتب نه فقط در پیشگاهی شاگردانش، حتی زبان کوتاه، سرخم و شرمنده در پیش فرزندانش است. کی کفالت می‌دهد که فردا ان همین معلمان هم به قصد جان خود شروع نمی‌کنند؟ کی کفالت می‌دهد؟ حالا که کرانتین است و راه‌ها بسته اند، در این حالت‌ها مردم عادت کرده بود با این ظالمان سر به سر نشود و راه سوی مهاجرت گیرد. پیشتر همین که معاش معلم داده نمیشد، معاش دکتر داده نمیشد، عموما معاش کارمند داده نمیشد، کارمندان یک راه دیگر داشتند. کار را یک سو میماندند، به مهاجرت میرفتند و در مهاجرت کار میکردند، کوچه روبی میکردند، به ساختمان مشغول میشدند، پول میافتند. اما در این حالت که مردم دست و پا بسته است، راهها به خاطر کرانتین بسته اند، این مردم بیچاره یگانه اعتراض را در خودکشی خود میبیند. تماشابینان گرامی و عموما مراجعت من به هم ملتان عزیز، هموطنان عزیز، ما نباید خود را کشیم. وقتی که بالای ما ظلم می شود، ظلم هرچند طاقت فرسا باشد هم ما نباید خود را کشیم، بلکه راه های از بین بردن ظلم را جستجو کنیم. و امروز ببینید دهان مردم برای اعتراض بسته است. دهان مردم برای شکایت بسته است. اگر شکایت میکنی، اگر اعتراض میکنی، تو خائن حساب داده میشوی. یعنی حق خودت را طلب کنی، تو خائن حساب داده میشوی. کار ظالم همین است دیگر. ظالم به کار خودش خیلی دانا است. اما ما چی باید کنیم؟ ما باید راه‌های را جستجو کنیم که حق همان از دست ظالم گرفته شود و جسارت ظالم به گرفتن حق ما تا رفت کمتر گردد. وگرنه با این سرخمی ما، با این
به لب مهر بستنهای ما نه تنها با خودکشیمان خود را از بین میبریم، بلکه زمینه میگذاریم ملت نابود شود. زمینه میگذاریم آینده فرزندانمان را سیاه کنیم. این برایمان باید ننگ باشد و ما باید راههای را جستجو کنیم که نه خود را نابود کنیم بلکه ظلم را از بین بریم. اینجا نهایت برنامه امروزه ماست. برنامه های دیگری ما را در شبکه های اجتماعی و پایگاه پیام .net پیگیری کنید. با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net.